سیستم اسکلتال میشناسیم، تشکیل شده از استخوان‌ها، کارتیلیج، جوینت و لیگامنت ها. از نظر شکل ظاهری تقسیم بندی استخوان‌ها 5 تا دسته: لانگ، شورت، فلت، ایرگولر، سزاموید. ورتبرال کالم رو بررسی میکنه. تمام ستون مهرا از بالا قسمت سرویکال، توراسیک، لومبار. چشاتو کامل باز کن، به جزئیات شکلا دقت بکن. سیکرال اول، سیکرال دوم، سیکرال سوم، سیکرال چهارم و سیکرال پنجم. ستون مهرا تقریبا اس شیپه. دارای دو نوع کروچر هست: سرویکال میان جلو، مرز سرویکال با توراسیک میرن عقب، مرز توراسیک و لومبار میان جلو و مرز لومبار و سیکرال دوباره میرن عقب. چون محور داره اینجا کلا به هم میریزه، همه چیز انگار از حالت بالانس میاد بیرون. بازوی چپ و راست یکی نیست، یه سمت فاصله داره، مثل اینجا یه سمت فاصلش کمتره. بادی همینه، کاملا بیشیل پیله. جمله رو شنیدی میگه سپر جلوی ماشین عقبی خورد به سپر عقب ماشین جلویی، همچی حالتی. و ما برای مهره ها داریم یه آرتیکولر فست داره به سمت بالا، من دارم شماتیک میکشم، یه آرتیکولر فست هم داره به سمت پای. سوپریور آرتیکولر فست مهره پایینی مفصل میشود با اینفریور آرتیکولر فست مهره بالایی. اینو توی گزینه‌ها باش بازی میکنه طراح.